مکتب رقم 29 در دهه حاجی امیرف ناحیه مسجد یگانه مکتب است که در صنفخانه‌هایش می شود در برابر پسران دختران زیاد را نیز دید. در اکثر مکتب‌های دهاتی مسجد که ساکنانش محافظه‌کارند تعداد جلب دختران به زینه سوم تحصیل کم است. در اینجا عائله‌داری را از دانشجوی بهتر می‌دانند. دختران مکتب رقم 29 به فرق از دیگر مکتب‌ها بعد ختم مکتب می‌خواهند تحصیل خود را در مکاتب عالی ادامه دهند. مسئولین مکتب میگویند با گذراندن کارهای فهماندهی توانستند والدین را متقاعد سازند که دخترانشان را برای تحصیل به دانشگاه‌ها فرستند. وقتی که شاگرد خود که خواهش نداشته باشد البته به دست آوردن نامش مشکل است. یعنی شاگرد که خواهش دارد استاد البته همه وقت در پهلو واسه استاد حفیظ سعیدوف میگوید در سال 2014 صاحب مدال طلا شدن صنعت شاکرزاده یک خواننده این مکتب دختران را برای آموزش علم تکان داد. تا جایی که توانستیم تربیت کردیم با کمال رسوندیم. در این مکتب 684 نفر تحصیل میکنند که از آن 236 نفرشان دختران میباشند. سال گذشته 2 دختر از این مکتب صاحب مدال های طلا و برنجی المپیاد جمهوری گشته بودند. از 16 کواتی که سال روان برای ناحیه مسجد پیش بینی شده است، حدود 50% یا 8 عدد آن را خوانندگان مکتب رقم 29 به دست آوردند. سال روان از 30 دختر ختم کننده این مکتب الکی 21 نفر حجت‌های خود را به مرکز ملی تستی سپاریدند. اما نه همه مانع‌ها در راه تحصیل دختران در این منطقه برداشته شده است و نه همه دختران لیاقتمند این مکتب توانستند تحصیل خود را در دانشگاه‌ها ادامه دهند. از جمله همان صنعت شاکرزاده که با انشای نوشته‌اش نورالدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان را حیران کرده بود، با وجود داشتن امکانیت تحصیل نتوانست تحصیل خود را در دانشگاه ادامه دهد.